روز یه باند سرقت میزنه به یه بانک. تو گام اول که میرسن تو بانک میگه نترسید بخوابید زمین پول دولته. همه یه آروم میگیرن. این یعنی طرز فکر. پولا رو برمی‌دارن میرن به مخفیگاه خودشون میرسن. تو مخفیگاه یه جوون حسابدار بوده، گفته اینا رو بشماریم. یکی از دزدا 6 کلاس سواد داشته. گفته ولش کن، شب تلویزیون اعلام میکنه. این یعنی تجربه. قبل اینکه تلویزیون بخواد اعلام کنه، مدیر بانک به رئیس بانک میگه زنگ بزنیم پلیس بیاد. میگه بذار یه ذره خودمونم ببریم بعداً. به اسم دزدا تموم میشه. این میشه موج سواری. شب میشه. تلویزیون میگه 10 میلیون دلار رو دزدا بردن. دزدا پولاشو میشمارن 2 میلیون دلاره. این میشه دانش بیشتر از طلا میارزه. یکی پولو برده، یکی دیگه خورده. داری بیزینس میکنی، طرز فکرت مهمه. استفاده از تجربه آدمای مختلف مهمه. اینکه بتونی جریان بازار رو بررسی کنی، از جریان بازار به نفع خودت استفاده کنی، مثل همین محرم مهمه. اینکه بدونی دانش هر روز نیازه که بیشتر باشه تا بتونی کسب و کارت رو توسعه بدی مهمه. آدا سلام داداشم. حقیقتا این بچه‌ها دیروز اومدن بردن، ما دوخور نیستیم اصلا. اینو بی زحمت پس بگیر اصلا. داداش نمیشه، راه نداره، پس یه چیزی روش کم کن، پولشو بقیه‌شو پس بده. داداش اصلا راه نداره. بلرک